سلام، من شهاب پاکبینم با ویدیوکست ترانزیت در خدمتتونم. تو این ویدیوکست ما در مورد موضوع میانسالی مردها صحبت میکنیم و از مهمونا میخوایم که تجربهشون رو در مورد این بازه زمانی بیان بکنن. مهمون این قسمتمون آقای حسین یعقوبی هستن که خودشون رو معرفی میکنن و بعد وارد موضوع میشیم. سلام خدمت شما و بینندگان محترم این برنامه. من حسین یعقوبی هستم، 55 سالمه، روزنامه‌نگار سابق، نمایشنامه نویس سابق، همچنان مترجم، همچنان کارمند، پدری فداکار و همسری وفادار. خب معرفی اولیه رو رفتیم، حالا بیایم از یه ذره با یه مدل دیگه صحبت کنیم. غیر از اینا چجوری توصیف میکنیم خودتون؟ غیر از اینا با معیارایی که دارم فکر کنم آدم بدی نباشم. البته ضمناً آدم خوبی هم نمیتونم باشم. شاید به واسطه کتابام آدم خوبی باشم ولی شخصا نه. یعنی چی؟ ببین آدم خوب اینی که آدمی که تاثیر مثبتی بذاره اثر چیز رو آدمای دور و برش و اینا. چون آدمی درونگرایی هستم فکر نکنم اونقدر تاثیر مثبت رو آدمای دور و برم گذاشته باشم. ولی خب به واسطه کتابایی که نوشتم و یه تعداد از این کتابا با استقبال روبرو شده فکر کنم اون تاثیر مثبت رو گذاشتم. یه مسئله‌ای که من موقعی که تصمیم گرفتم این رو بسازم و حالا اولین قسمتش منتشر شد یه فیدبکی گرفتم، این که از یه جایی به بعد تکراری میشه دیگه، موضوعات بیان میشه. این برای من همچین چیزی نیست، یعنی به نظرم این بازه میانسالی یک بازه از اون فرق نمیکنه. برای هر آدم یک تجربه منحصر به فرد، هیچ کی تجربه شبیه یکی دیگه نیست و هیچ کدوم هم درست و غلط نداره. یعنی نمیتونیم بگیم این جواب سواله و جواب سوالات بیان شده. اگه غیر از این بودش این همه فیلسوف و نمیدونم شاعر و اینا نمیشستن هی بیان راجع به یک چیزی صحبت بکنن که واقعا یک چیزه معلوم نیست چیه. برای شما این بازه میانسالی چه توصیفی داره؟ چیه این چیزه؟ چیه؟ میگن 40 سالگی پیری دوره جوونیه و 50 سالگی جوونی دوره پیریه. من خودم شخصا در مورد میانسالیه، من الان 55 سالم، احساس میکنم که با اون حسین یعقوبی که 15-16 ساله بوده خیلی شباهت ها همچنان دارم. اون حسین یعقوبی نوجوان از خوندن کتاب و شنیدن موسیقی و دیدن فیلم لذت می‌برد، من همچنان لذت رو میبرم. علاوه بر این که الان دسترسیم به فیلم خوب خیلی خیلی بیشتر از اون موقع هستش. یعنی احساس میکنم من هر فیلم خوبی که میبینم احساس میکنم یه تجربه جدید، یه جوونی جدید رو حس میکنم. اونقدر فکر نمیکنم که دارم پیر میشم و چیزا، چون چیز خاصی از دست ندادم. سعی میکنم به خاطرات زیاد فکر نکنم، رو تخیلات تاکید کنم. اینه چه من یک جورایی فکر میکنم عنصر ترس و تخیل تو زندگیم خیلی نقش داشته. یعنی اون تخیله کمک کرده ترس زندگیمو کم کنم. یه جایم ترس بیشتر شده، تخیلم و شاید ماجراجوییمو کم کرده تو زندگی. یه چیزی اشاره کردیم 40-50. خب حالا برای شما همچین چیزی شاید بیشتر هم بوده. یعنی اینجوری بوده که 40 ترس بیشتر بوده، الان تخیل بیشتره؟ الان ترس فکر کنم بیشتر بشه. الان ترس بیشتره؟ فکر کنم ترس بیشتره، چون آدم محافظه‌کارتری شدم نسبت به 40 سالگی. و یک چیزی که خیلی کمکم کرده اینی که همیشه سعی کردم مخاطب خوبی باشم. یعنی ببین از یک جایی خب من نوشتن رو گذاشتم کنار دیگه، فقط ترجمه دارم میکنم، چون احساس میکنم که خیلی جاها به عنوان یه خواننده الان ببین این کار ترجمه‌ای که میکنم در عین حال که دارم یه کار خارجی رو میخونم و خواننده اون هستم دارم منتقلش میکنم دیگه. یعنی در حقیقت یک ترکیب تلفیقی تالیفی ترجمه است دیگه، مثلا ترجمه‌ای که من انجام میدم. برای همین اون حس خوبه رو به صورت دوگانه بهم میده که هم یک خواننده خوب هستم، هم یک واسطه خوب هستم در برگرداندن اون اثر خوب به زبان فارسی. بزرگترین ترس چیه الان؟ بزرگترین ترس ناشناس. ببین مثلا من از مرگ نمیترسم، مثلا مرگ برام چیزه، من احساس میکنم وقتی مردم تموم شد، همه چیز میره تموم شد و دیگه چیزی نیست پشتش. بعد بزرگترین ترس ببین اون احساس دوگانگی که تو داری، این که دنبال لذت باشی یا دنبال کم بودن رنج. خیلی اصلا رواقیون مثلا میگفتن که لذت اینه کمتر رنج بکشی، ولی خب ببین تو کمتر رنج بکشی هم کمتر لذت میبری. خوشمزه ترین غذایی که خوردی
تو عروسی نبوده که 40 جور غذا چیده بودن و اینا. وقتی بوده که مثلا کوه رفتی و پدر در اومده یه نیمرو خوردی، اون غذا خیلی بیشتر چسبیده از اون غذایی که تو عروسی خوردی. یا مثلا تشنگی بدی کشتی و یه هندونه خوردی، اون شده خوشمزه ترین هندونه عمرت. یا بقیه مسائل که هستش. یعنی ببینید ما یه رنج لازمی تو زندگی داریم که اون رنج لازمه در حقیقت باعث میشه به اون لذت کامل برسیم. یکی این تعادل است که تو بتونی ایجاد بکنی که آقا رنج بیهوده نکشم، چون یه رنجی هم هستش بیهوده است. مثلا یک نمونهش آدمایی که به ایدئولوژی‌های مختلف اعتقاد دارن، من رنج بیهوده، آدمای کمالگرا، آدمایی که میخوان همیشه بهترین باشن، همه چیزای مسابقه، اونا به نظر من رنج بیهوده میکشن. یه حکایتی هستش میگن که حوالی سال 1340 توی مرغداری سمت جنوب تهران بوده. یه مرغ آمریکایی به یه مرغ ایرانی میگه که من تخم میذارم دونه 5000، تو تخم میذاری دونه 3000. بدبخت. مرغ ایرانی برمیگرده میگه من واسه 2000 کونه خودم پاره نمیکنم. این دقیقاً یکی از حکایت‌های الهام بخش زندگی منه که دنبال حالا بهترینم اگه نرسیدم دنبال اون خوبه باشه، ولی خیلی خودم اون جر ندارم. باز این ترس ناشناخته ناشناخته بودنش ترسناکش میکنه. ناشناخته بودنش ترسناکش میکنه، چون من صبح که بیدار میشم، صبح معمولا با استرس زیاد بیدار میشم، یعنی بعد یه نصف زاناکس بخورم تا اون استرس بره، ولی دقیقا نمیدونم که علت این ترس چیه، چون میبینم هر چقدر فکر میکنم که علت این ترس چیه. دقیقا بعضی وقتا میبینم که یه چیزای پیش پا افتاده، بعضی وقتا آقا شاید به موقع سر کار نرسم، شاید فلان نامه‌ای که میخوام بزنم اشتباه بزنم، شاید فلان کتابی که یک چیزای پیش پا افتاده. یعنی فکر میکنم که یه چیزای اصلی تو زندگی هستش که من اصلا در موردش اضطراب و دلهره ندارم، بعد سر یه چیزای پیش پا افتاده چیز دارم، استرس میگیرم. ببین چیز ممکنه باشه ها، چون من خودم هم آدمیم که سطح استرسم بالاست. یه چیزی رو پیدا میکنم استرس رو بندازم رو اون چیزه. یعنی مثلا میگین دیر رسیدن سر کاره، دیر رسیدن اگر حل بشه کلا یه عامل استرس دیگه آدم پیدا میکنه. شاید مثلا اینجوری باشه، مثلا اعتیاد هستش، اعتیاد به استرس. مثلا کسی که سیگار رو مثلا ترک میکنه ممکنه بره مثلا پیپ بکشه، یا یه اعتیاد دیگه، اعتیاد به ورزش پیدا بکنه. اصلا ترس فروپاشیه. بعضی وقتا یکی از خوابای تکرار شونده اینه که من ببینم یهو پودر شدم ریختم کلا پایین. این احساس که تو تموم نمیشی، تو یهو پودر میشی، دچار فروپاشی میشی. نمیدونم که قانع کننده است یا نه. میگن که اگه نمیتونی متقاعد کنی گیج کن. اینم خودش یک هنری. آخه بحث قانع شدن نیست، متوجه هم چی میگی. یه ذره بیشتر راجبه، اگه دوست داری راجبه خوابه میگی. خوابش خاصی نداره، تو موقعیت‌های مختلف هستش. ببین که داره زندگی جریان داره و منم دارم کارامو انجام میدم و حتی دارم تو یک مسابقه برنده میشم. خب بعد یهویی پودر میشم میرسم زمین. بعد احساس میکنم که آقا من تبدیل به پودر شدم. یعنی اون احساس پودر شدن رو دارم و حس خوبی نیستش. آره. ترس فروپاشیه، ترس نابودی نیستش. ببین ما یه بحث نابودی داریم، اون نابودی فرق میکنه با فروپاشیه. نابودی یعنی صفر تموم شدی دیگه رفتی، ولی فروپاشی یعنی اصلا مزمحل شدی، متلاشی شدی. جالب که شنیدنش جالبه برای من. آره برای کسی که تجربه میکنه سخته. فکر کنم نوشتن خیلی کمکم کرده دیگه. یعنی ببین من سال 76 که یه جای دولتی استخدام شدم دچار چنان افسردگی شدم، واسه خودم 3 روز رفتم بدون اینکه خبر بدم جنگل نور، هم تو جنگل شب قرص می‌خوردم میخوابیدم تو جنگل، وسط جنگل اینا. بعد 3 روز برگشتم و بعد مطلب واسه مجله مهر فرستادم. موقع علی میرفتح سردبیرش بود که گفت تو چقدر خوب می‌نویسی و چقدر نوشتات مالی خولیایی و یا همکاری کن به من. یه جوری اون نوشتن نجاتم داد دیگه تو اون مقطع. یعنی عملا ببین همون چیزی که کامو میگه دیگه، میگه آدم وقتی که میفهمه که زندگی معنی نداره یا باید به مذهب پناه ببره یا خودکشی کنه یا با این بی‌معنایی کنار بیاد دیگه، یه معنایی واسه خودش خلق کنه دیگه. من اون معنا رو واسه خودم خلق کردم دیگه تو این دنیایی که به نظرم بی‌معنی با نوشتن. آره حس خوبی دادش به. و بعد ادامه دادم دیگه. بعدم ببین تو یک مقطعی ازدواج کردم، بچه دار شدم، فقط برای اینکه همچنان معنا داشته باشه اون زندگی، ادامه داشته باشه. یعنی یک جایی بود که گفتم خب الان این نوشتن خوب هستش، ولی من علاوه بر کار دولتی که دارم و اینا باید یک بند دیگه هم داشته باشم،
یعنی یک تعهد دیگه هم داشته باشم که اون نوشتنه همچنان حس خوبی بهم بده. این کار دولتی هنوز به اندازه کافی منو دچار چیز نکرده. اون یه احساس بیمارگونه اینه که آقا تو یه جای گیر افتاده باشی، یه مفری داشته باشی یا یه زنجیره رو پاره کنی، اون زنجیره ذهنی. این بحث معنا که میگین خب توی توی یکی از کتابات میگه خیلی واضح این وجود داره دیگه. یعنی توی ترجمه این هر بار معنی زندگی رو فهمیدم عوضش کردن. انگار دنبال معنا گشتن خودش یه جور معناه. نمیدونم میتونم درست توصیف کنم. آره نه درسته، دنبال معنا گشتن خودش یه جور معنا برات خلق میکنه دیگه. اون یه تجربه شخصیه. ببین معنی زندگی اولا که برای همه یکسان نیستش و برای همه سنین هم یکی نیستش. تو در سن 20 سالگی یه زندگی برات یه معنایی داره، تو 30 سالگی یه معنای دیگه داره. موفقیت اینه که بتونی تو این مراحل مختلف به سلامت گذر کنی، تو هر مرحله بتونی معنای زندگی خاص اون دوره سنی رو برای خودت خلق کنی. دقیقاً برای همین من اصلا این برنامه رو برای همین بازه میان سالی رو انتخاب کردم، چون خودم توی این بازم در مورد اینکه تو این بازه زندگی آدم‌ها چی کار میکنن که به معنای واقعی دچار همون فروپاشیه نمیشن، پودر نمیشن. چون برای این تجربه خودمه، یه جایی میرسی میبینی خب قبلیا که هیچ چیز تجربه کردم، جذاب بود، دستاورد بود، جذاب بود، ولی خب که چی الان یهو همه چی بی‌معنی میشه، میدونی؟ یعنی اصلا لذت بخش نیست انگار چیزایی که لذت بخش بود، چیزایی که از دست دادنش ترسناک بود شاید ترسناک نیست، نمیدونم، شاید ترسشو دارم قایم میکنم. برای خود من این بود که برام گفتم با آدما صحبت کنم، با کسایی که تو این بازه سنی ان، با مردهایی که تو این بازه سنی ان، چون ما گرده مردانه خیلی کم داریم. فکر میکنم نمیدونم توی دنیا چجوری، تو ایران خیلی کمه. حداقل خانوم ها مهمونی خانومانه دارن، دور همی زنونه دارن، حالا میخواد مولودی باشه، میخواد نمیدونم ختم انعام باشه یا اصلا با هم دیگه چیز کنن. مردم معمولا گرده مردانه ندارن، تشینه که قهوه خونه همه دارن مثلا قلیون میکشن و بازی میکنن، با هم دیگه حرف نمیزنن. گفتم یک فضایی باشه یه ذره گفتگو شکل بگیره. اینو من خیلی خلأشو توی مردها دارم میبینم، ببینم بقیه چی کار میکنن. یعنی نوشتنه میفهمم خودم مثلا بعضی وقتا سطح استرسم خیلی میره بالا، حالم خیلی بده، یا اصلا احساس لوزر بودم میکنم، مینویسم یه چیزی مینویسم بعد میبینم خب آروم شدم. ولی باز موضوع اینه که این برام انگار مسکنه. چی میشه آروم میشم؟ شما چی میشه مینویسین آروم میشین؟ ببین یه مشکلی که تو زندگی وجود داره اینه که لذت برات عادی میشه ولی دندون درد همیشه درد خاص خودشو داره. یعنی قضیه اینه که لذت همیشه لذت نیستش. خب یعنی خیلی وقتا میشه یک عادت تو هر زمینه‌ای که حساب کنی، ولی درده بعضی وقتا مخصوصا سن که میره بالاتر شدتش هم بیشتر میشه. من همیشه ببین تو تمام این سالها بهترین دوست و بدترین دشمنم خودم بودم دیگه. یعنی همیشه اول از یک سنی به این نتیجه رسیدم که اول باید با خودم کنار بیام. یک جایی تلاش میکردم که با آدمای دور و برم، با جامعه کنار بیام. بعد به این نتیجه رسیدم که اول باید با خودم کنار بیام. اگه با خودم کنار نیام اصلا فایده نداره اون تلاشای بیرونی. این که سعی کنم تقویت بکنم این حسو که آقا کماکان بتونم از یک سری چیزا لذت ببرم. اون فیلم خوبه، اون فیلم کلاسیکی که دارم میبینم همچنان برای من لذت بخشه. یعنی من قبل از خواب نیم ساعت سه رو یه فیلم سیاه و سفید قدیمی چیز ببینم، اینایی که مثلا نقاشی‌های سیاه قلم هستن، چنان احساس لذت و آرامش به من میده که خیلی خواب خوبی میکنم. اون یک چیزای شخصیه دیگه. ببین کسی که مدام حسرت گذشته رو بخوره، کسی که احساس بازنده بودن میکنه، خب ببین من از یک جنبه‌ای هستش، از هر آدمی من فکر بکنم از یک جنبه‌ای بازنده هستش. بالاخره همه ما که بازنده هستیم، چون در نهایت تو بازی که اسمش زندگیه ما آخر سر یا مرگ نصیبمون میشه، یعنی مرگ ناگهانی، یا مرگ تدریجی بدتره، یعنی پیری و فرتوتی و ناتوانی و بعدم در حقیقت چه بهش میگن جون کندن. یعنی یا مرگ ناگهانی در انتظار ماست یا جون کندن. خارج از اینا هم نیستش. و همه ما هم به هر حال یه پتانسیلایی داریم. من فکر میکنم که این خیلی مهمه که آدم بدونه که
پتانسیلش چقدر بوده، نمره واقعیش تو زندگی چقدر بوده، چقدر تونسته از اون پتانسیلی که داشته، از اون توانایی‌هایی که داشته استفاده کنه. من خودم راضیم به نسبت اون توانایی‌هایی که داشتم، به نسبت وضعیت حالا استرسی که داشتم، فکر میکنم عمل کردم خوب بود. خیلی شاید از دور که ببینن احساس بکنن که نه این یه بازنده بوده. اون مهم نیستش، اون احساس درونی خود من هستش که الان حسرت چیز خاصی رو ندارم. یعنی الان فکر نمی کنم که کاش من 30 ساله بودم، 35 ساله بودم، 40 ساله بودم فلان کار رو انجام دادم. فکر میکنم اون کاری که تواناییم بوده، من کارم توانایی چیزی که داشتم تو نوشتن و ترجمه کردن بوده، اون کارم انجام دادم. از نتیجه کار خودم راضی دارم. بعد چی میشه موقعی که تایپ میکنی یا با خودکار می‌نویسی؟ تایپ میکنم. تایپ میکنی. چی میشه موقعی تایپ کردن استرس کم میشه؟ من خودم ترجیح همینه که با خودکار بنویسم ولی آخر سر تایپ میکنم. بعد جامعه دادیم پره همیشه، خیلی خودکار دارم، یعنی انقدر دوست دارم با خودکار بنویسم ولی آخر سر تایپ میکنم. من آدم به شدت بدخطی هستم. من در حقیقت قبل از اینکه مدرسه برم کتاب می نوشتم. یعنی بچه که بودم 6 ساله که بودم کتاب مصور می نوشتم، بعد نقاشی می کشیدم، بعد این چیزا، اون کمیکایی که اون چیز بودن تو اون کادراش خط خطی می کردم که این نوشته‌اش باشه. از همون موقع حس خوبی به من میدادش. بعد فکر کنم برای یک دوره تقریبا 15-16 ساله من نوشتن رو گذاشتم کنار که خب حالا من بیام یک آدم نرمالی بشم، اون چیزی که جامعه از من میخواد. یعنی فکر کنم برادر خواهر من دکتر بودن، خب منم باید سعی کنم پزشکی قبول شم. پزشکی نشد، خب حالا مهندس بشم. مهندسی تجربی چیه؟ مهندسی کشاورزی. که نه من رشتم اقتصاد کشاورزی بود لیسانسم. بی‌ربط‌ترین چیزی که به نوشته‌هات وجود نه به اقتصاد علاقه داشتم نه به کشاورزی. و تازه اصلا اون جوک مهندس کشاورزی هم نشنیده بودم. بعد تازه رفتیم دیدیم چه مصیبتی. حالا جالب اینه که فوق لیسانس هم که من رفتم بدتر از اون بود. یعنی فکر کن سال قبل از من دوره‌ای که بود 6 تا دختر یه پسر بودن، اون دوره‌ای که من رفتم 6 تا پسر بودن. همه مهندس کشاورزی. آره دیگه، اصلا قسمت من همین بود دیگه. که هم دوره لیسانس هم دوره فوق لیسانس هم چیز باشه، مهندس کشاورزی بشم. ولی میگم که از همون موقع، چون اون موقعی که بچه بودم احساس میکردم که با اون نوشتنه وارد یه دنیای دیگه میشم. احساس میکنم که از این دنیای واقعی که هستم منو میکنه. و بعد که میگم که اون مسائل برام پیش اومد تو بزرگسالی اینا، دوباره سراغ نوشتن رفتم، دوباره اون احساس خوب و آرامش رو به من دادش. برای من اینجوریه، نوشتن منو وارد یک دنیای فانتزی میکنه. فانتزی لزوما خیلی سیندرلایی نیست، وارد یک فانتزی میکنه که حسمو اونجا انگار راحت تر میتونم بروز بدم. تو حالت عادی شاید نتونم حسمو بروز بدم. من خیلی کم گریه میکنم. خودم گربم که از دست دادم خیلی گریه کردم. دفعه قبلیش یادم نیست کی بود، شاید مثلا 15 سال قبل بوده. اون نوشتن انگار باعث میشه که برم تو اون فانتزیه شکل بگیره که بتونم حسمو اونجا بروز بدم در قالب چیزهایی که دارم، مثلا شخصیتی که دارم خلق میکنم. برگردم به صحبتی که اول کرده بودین، بحث تخیل که میگفتین، شاید حالا اون فانتزی بیشتر از تخیل بشینه روی این موضوع که انگار فانتزی است آدمو نجات میده. خب آدمیزاد رو فانتزی چیه؟ یعنی تمایزی که داری بین تخیل و فانتزی چیه؟ شاید به خاطر اینکه فانتزی توی ادبیات روانکاوی بیشتر استفاده میشه، من راحت تر باشه ارتباط برقرار کردم. نمیدونم، یک چیزی که انگار اون خواسته هام، حالا خواسته ها ممکنه حتی خواسته های سادیستیک باشه، خواسته های مازوخیستیک باشه، یعنی فرقی نمیکنه. این خواسته ها اینجا راحت تر شکل میگیره، همونجوری که مثلا توی نقاشی بعضی وقتا همچین چیزی هست، توی فیلم ها این هست. فانتزی برای من همچین چیزیه. اون چیزیه که انگار میتونه آدم از بحث گفتن نوشته مالی خولیایی، بحث چیزیه که آدم میتونه از مالی خولیا نجات بده. انگار یک مالی خولیای چی میگن آزمایشگاهی شکل میدی. اونجا میتونی خودت رو مثلا یه ذره آروم بکنی و بعد برگردی به زندگی واقعی. برای من همچین چیزیه، نوشتن این شکلی آرومم میکنه. خودم همچین حسی دارم که اونجا میتونم احساسمو فقط زندگی بکنم. شاید، نمیدونم این درسته، نمیتونم قطعی بگم، این موزلی که این توی آقایون شاید بیشتر باشه که سخت‌تر احساسشون رو بیان میکنن، میتونن بروز بدن، نه که خود جلوی خودشون رو میگیرن. انقدر
این ارتباط همه اینا که دارم میگم نظر منه و قطعا ممکنه اشتباه باشه. اینقدر ارتباط با بدن در آقایون کمه که خیلی وقتا احساس رو متوجه نمیشن، درد رو ممکنه متوجه نشن، شاید این از بچگی همچین چیزی بوده، گریه رو ممکنه متوجه نشن، حتی خوشحالی رو ممکنه متوجه نشن. و حتی توی رقص هم نگاه بکنی آقایون خیلی کمتر آزادانه میرقصن تا خانوم ها. نوشتنه اینجا میتونه منو یه ذره آروم کنه، انگار تو این دنیای فانتزیه میتونم احساسمو بیان کنم. من یک دوره فوبیا داشتم، فوبیا زلزله داشتم. دیدن نقاشی آرومم میکرد و حس میکردم خب من تنها نیستم. یعنی مثلا نقاشی ادوارد مونچ رو میدیدم، حس میکردم تنها نیستم. خیلی برام عجیب بود. یعنی گفتم خب این وحشتی که توی نقاشیاش این داره چیزیه که من الان دارم تجربه میکنم. حالا معروف ترینش همون نقاشی جیغه، ولی خب خیلی چیز نقاشی دیگه هم داره. اصلا اون فضای مورب و نمیدونم دایره‌ای که داره، دایره‌های مالی خولیایی که داره، رنگ بنفشی که داره، اون منو آروم کرد. پس که خب آخیش یکی دیگه هم انگار اینو تجربه کرده، آروم شدم. فانتزیه برام همچین چیزیه، انگار میتونم تو این دنیا هم برم، تنها نیستم تو این دنیاه. و شاید برای من یکی از وحشت‌ها وحشت تنهایی باشه. نمیدونم برای شما این هست جزء ترسا؟ تنهایی نه. ببین من یکی از لذاتی که این 4-5 سال اخیر مخصوصا دارم خوابایی که میبینم، فانتزی که منو غافلگیر میکنه. خواب بد باشه بیدار که میشم میگم خب خدا رو شکر که خواب بدی بود. خواب خوبم باشه که خب لذتشو میبرم. برای همین خواب این حس دوگانه چیزو داره، یعنی چه بد باشه چه خوب باشه حس خوبی به من میده. در مورد وحشت تنهایی نه، به نظر من تو میان سالی آدم اگه بخواد این دوره رو به سلامت بگذرونه که برسه به دوره پیری و فرتوتیش، باید با تنهاییش کنار بیاد و از تنهاییش لذت ببره. من شاید برای من چون اوایل دوره میان سالیمه یه ذره این وحشت بیشتر باشه که البته خیلی نمیگذرونن اینها، یعنی هی وصله اضافه میکنن به خودشون، اینقدر اضافه میکنن که دیگه نمیتونن تنها باشن، دیگه بار اضافه میکنن. آره من از تنهایی کمال لذت رو میبرم. یعنی قضیه اینه که همین الان من محل کارم بعد چند سال که هم اتاق داشتم و اینا، الان 2 ساله که یه اتاق تکی دادن. این همکارا هی میان میگن از این دخمه بیا بیرون، تک افتاده اینجا. من میگم آره سعیم میکنم بیام بیرون. منتها نمیدونن که چه لذتی دارم میبرم. تو محیط اداری هم شما هیچ وقت نباید بگی که آقا از شرایط فعلی دارم لذت میبرم، چون بلا فاصله بهت حسادت میکنن. برای میگم آره خیلی داره بد میگذره، بعد یه فکری بالش بکنم. یعنی قشنگ اونجا کارم که انجام میدم، قشنگ میتونم کتابم بنویسم، کتاب بخونم، یه آدم وراج پله دستم نیستش. چون کارمندای دولت یه تعریفی ازشون کرده بودن که تمام سعیشون رو میکنن که کاری نکنن، بعد همش هم مدام در حال وراجی هستن در مورد پیش پا افتاده مسائلی که میگی، تفسیرهای سطحی، غر زدن ها، چسناله ها. یعنی واقعا من تو این 30 سالم تموم شده الان، یه 5 سال اضافه دارم دیگه. تو این 30 سال هیچ وقت هم اتاق فرهیخته‌ای نداشتم که بگم فلانی، شاید یه آدمایی بودن کم حرفتر بودن یه چیزن، ولی کسی نبوده که بگم خب نه این فرق میکرد، 4 تا چیز من ازش یاد گرفتم. الان انگار مثلا با چیزی که توصیف کردین انگار 2 تا زندگیه، یک زندگی اداری کارمندی روتین چیز دقیقاً، و یک زندگی که توی اوج لذتش میشه خوابه. درسته. ترس و تخیله اینجوری با هم دیگه قلمروشون رو تقسیم کردن دیگه. ترسه گفت خب تو یه کارمند باش، یه کارمند اداری، یه خانواده تشکیل بده مثل آدمای عادی، بشو جز اون میلیون ها نفر آدمی که هستن توده‌ای که هستن. تخیله میگه خب اون خواب، اون تنهایی که داری و اون چیزایی که مینویسی، اون تخیلاتش سهم من باشه. یعنی با این دو پاره کردن چیز کردین. آره خوبی کردن. جای قاطی نمیشن با هم به هم بریزه آدم؟ قاطی میشم، ولی میگم که تو برای اینکه لذت ببری باید اون رنجم حس کنی دیگه. اون رنج میتونه استرس باشه، افسردگی‌های لحظه‌ای باشه، ولی در مجموعش رو همزیستی خوبی دارن. یه چیز دیگه ای که توی ماها در دوران، اکثر آدم‌ها در دوران جوانی داشتن که یه سری نقد روی رفتارهای مامان باباشون داشتن. من یه جاهای خودم میبینم که همون رفتارهایی که نقد میکردم و دارم تکرار میکنم. اینو شما هم دارین؟ سعی میکنم ازش پرهیز کنم دیگه، ولی اینکه سعی من چقدر موفق بود و اینا یک نفر سومی باید بگه دیگه. پدر من که من 14 سالم بود فوت شدش، مادرم که آدم
خانم خونه داره، 5 کلاس درس خونده، از همونا که به شدت محافظه کار هستن و میگم که من 18 سالم که شد، برادر بزرگم که پزشک بودش گفتش که آره باید درس که میخونی یا پزشکی و داروسازی یا نشد مهندسی، حالا هر چیزی که شد فقط اسم مهندسی باشه. و عملا من داشتم رنج میکشیدم تو اون دانشکده کشاورزی، ولی میگفتن نه تموم کن لیسانس تو بگیر. و متوجه نمیشدم که آقا این همون رنج بیهوده ای که بعد ازش پیروی کنم دیگه. میگن که جوان نمیدونه و پیر نمیتونه دیگه. حالا خوشحالم قبل از اینکه به پیری برسم یه چیزایی دونستم در مورد اینکه رنج الکی به خودم تحمیل نکنم. چی شد کندین؟ یعنی چی شد نویسنده شدی؟ من فکر کنم همون جنگل رفتنه باعث شد تخیله بتونه ترسه رو شکست بده. یعنی ترسه بدجوری سایه انداخته بود رو تخیله اصلا نمیتونه جم بخوره. ولی عملا اون روزی که من رفتم 3 روز برای خودم تو جنگل اینا، عملا تخیله زنجیر خودش پاره کرد. من برگشتم، ترسه دوباره زنجیراشو انداخت، ولی تخیله باعث شد که من تو ذهنم آزاد باشم. 26 سالگی بود تقریبا. 26 سالگی بود، سال 76 بودش. چون سخته یه دفعه تو از ببین توی خانواده‌ای که مدرک دانشگاهی توش مهمه، ارزشه و داری درس می‌خونی، یه دفعه بگی من می‌خوام بکنم برم مثلا نویسنده شم، مسخره بازی‌ها چیه. ولی خوشبختانه میگم چون نویسندگی من بعد از کار اداریم شروع شد، مثلا مادرم برادرم گفتن خب باشه آره کار اداری تو برو، حالا نویسندگیت هم بکن دیگه. یه ذره کندنه سخته ولی خب بالاخره اتفاق افتاده دیگه. اتفاق فرخنده‌ای بود برای من دیگه. به هر حال ما یک مقداری و مدیون اراده خودمون هستیم و یه مقداری و بابت اتفاقات خوبی که برام میفته. ممکن اون تمام موقعی که من میرم جنگل و اینا بارون شدید بگیره، من ذات‌الریه بگیرم بیفتم بمیرم، ولی اون اتفاق بده نیفتاد دیگه. با ارتباطتون با بچه‌تون چجوریه؟ خوبه. البته ببین نه اهل کتابه، به زور باید بهش فیلم نشون بدم. یعنی همون علایق اصلی که من داشتم الان گیم و نمیدونم این چیزا پسره درسته؟ آره پسره. ولی خب حالا ببینیم بزرگتر بشه تا چه حد افکارم هم نزدیکه. چیز نداره؟ نمیگه پیر شدی؟ آره. چرا این سن منو محاسبه میکنه دیگه که من الان 9 سالمه، تو 55 سالته، من 18 سالم که بشه تو نمیدونم 63 سالت میشه. چون رقابت پسر و پدر رقابت آره چیزیه. آره اون هستش دیگه. ببین اون بحث این که حالا کارمند هستم در کنار پدر بودم، اون نقشایی که من چیز میکنم دیگه، همون بحثی که سارتر میکنه، سارتر و کامو در مورد نقش و شخصیت میکنن، میگن هر فردی یه شخصیت داره و یک نقشی داره دیگه، نقش اجتماعی. من سعی میکنم تعادل ایجاد کنم دیگه. تو شخصیتت خیلی بخواد رو نقشا سایه بزن، نقشا رو پس بزنی، آخرش میشی مثل هدایت و کافکا. نقشم خیلی بخواد شخصیت رو بپوشونه، میشید تیپیک کارمند دولت یا تیپیک کاسب، تیپیک چیز. یعنی از اون آدمیت و از اون هویت انسانی توهی میشی. من تلاشمو کردم که یک تعادلی بین این نقش و شخصیت ایجاد کنم. خودم فکر میکنم تا حدی موفق بودم. حالا دیگران باید قضاوت کنن، ولی حالا قضاوتشون هم برام مهم نیست چندان. خودم که احساس خوبی دارم. به نظرات دیگران احترام میذارم ولی جدیشون نمیگیرم. کی حس کردین که سنتون بیشتر شده؟ کی حس کردم سنم بیشتر شده؟ تو 50 سالگی بودش که کرونا 30% ریه‌مو گرفته بودش. بعد رفتم آزمایش دادم و اینا، گفتن یه تومور 4 سانتی هم تو ریه‌ت هستش، بعد سنگ کلیه هم داری. اون احساس کردم که خب حالا دیگه 50 سالم شده، درد و مرضا داره میاد سراغم دیگه. ولی نه ببین، هم نوشتنه هم من ورزش میکنم دیگه. الان 20 ساله باشگاه میرم و اینا، جفتشون خیلی خوبی بهم میدن. یعنی اون احساس چیز کمتر میاد سراغ پیر و فرتود شدم و اینا. بعد چه تستی داشتی اون موقع که این اخبار غیر از 30% ریه بقیه چیزا که توموری هستش؟ آره. گفتم خب حالا توموره رو ور میدارن. یعنی اصلا همین چیزی که دارم بهت میگم دیگه. ببین برای یک آدم عادی و نرمال یه چیزی تومور تو ریه‌اش داشته باشه، قرار باشه اینجا شکمتو بشکافن، نمیدونم دنداتو بکنن، یه تصویر ترسناکه، شبا خوابش نمیره. ولی من قشنگ راحت بودم. یعنی جراحی کردین بعدش؟ آره جراحی توموره رو در آوردن دیگه. فکر کردم هست با هم داریم مسالمت آمیز زندگی. نه تومور رو در آوردن. یه کارسینوئید خوشخیم بودش فعلا کردن. خب خدا داشته. آره من از چیزایی میگم، بعضی چیزای پیش پا افتاده میترسم، ولی برای بعضی چیزا که واسه خیلی میتونه ترسناک باشه عین خیالم نیست. باشگاه
بدنسازی میری؟ آره بدنسازی میرم. یه روز نتونی ورزش کنی ترسناکه براتون؟ یه روز نتونم ورزش کنم افسرده کننده است، ترسناک باشه، به خاطر حس خوبی که از دست میدم. من مثلا خودم یکی از ترسام اینه که نتونم دیگه برم فوتبال. من همیشه این حس رو دارم که بالاخره این چیزها قراره تموم بشه. هر چیزی میگه مثل یه سفره دیگه. شما چجوری یه سفر رو میری؟ یعنی خیلی‌ها میگن خب به دنیا میایم از دنیا میریم که چی بشه؟ میگن خب سفر میری از سفر برمیای که چی بشه؟ زندگی هم همون جوریه دقیقاً دیگه. یک فرازهای خوبی داره. طول سفر دیدی که معمولا که داری میری خیلی بیشتر خوش میگذره تا برگشتنش و اینا. عملاً تا 45 سالگی بیشتر بهت خوش میگذره تا بعد 45 سالگی. ولی خب سعی کردم بعد 45 سالگی هم خیلی بهم بد نگذره. ببین دقیقا همینه، یعنی من فکر میکنم بعد 45 سالگی میتونه بیشتر از قبلش خوش بگذره، چون یک اندوخته تجربه داری، ولی خیلی وقتا اتفاق نمیفته. همین، یعنی سوالم شاید همینه که چیکار کنم که خوش بگذره. با نوشتن میگی مثلا خوش میگذره، با باشگاه رفتن خوش میگذره. برای خودم سواله و شاید سوال اصلی اینه که اصلا خوش گذروندنه یعنی چی؟ لذت بردنه یعنی چی؟ آیا واقعا لذت بردن است یا کم شدن رنج؟ فرار از رنج. کم شدن رنج هم نه، فرار از رنج. چون کم شدن رنج خودش یک لذت داره، ولی فرار از رنج لذت نداره، استرس داره. آیا اینه یا اونه؟ یعنی نمیدونم اینو. از تنش باید فاصله بگیرم که خب اوج بی‌تنشیه میشه مرگ، این که دارم میرم بغل مرگ هستن. هی اینا میاد توی ذهنم که کدومه اصلا، چه جوری باید لذت برد، با چی حال میکنم. خیلی وقتا شده مثلا ازم پرسیدن خب با چی حال میکنیم، جواب نداشتم واقعا. شما با چی حال میکنید؟ خدای خوشبختی خدای چیزهای کوچیکه. من میتونم با یه غذای خوشمزه بعد اینکه گشنم بودش، با یه نوشیدنی بعد ورزش، بعد اون دوشی که میگیرم بعد ورزش، با همه اینا حال کنم دیگه. ببین قضیه اینه که بعضی وقتا آدم خودش و زندگی رو خیلی جدی میگیره. خیلی هم نباید شوخی بگیری دیگه. وقتی زندگی شوخی بگیری زندگی هم تو رو شوخی میگیره. بازم باید اون تعادله رو ایجاد بکنه دیگه. خیلی چیزا رو جدی نه، خیلی هم احساس نکنی که تو آدم مهمی هستی و حالا اون چیزی که میخواستی نرسیدی، خیلی فاجعه بزرگی رخ داده. بعض وقتا باید احساس بکنی همون ذره ناچیز هستی دیگه. همون احساس ذره ناچیز بودن بعضی وقتا احساس خوبی به آدم میده. بعضی وقتا که خیلی داری تلاش میکنی، احساس میکنی که خب الان قراره اتفاق عمده بیفته، بعد اون اتفاق نمیفته، به این که فکر کنی که خب میلیون ها نفر قبل از من بودن و میلیون ها نفر هم بعد از من خواهند اومد. تو تئوری خیلی راحته، تو عمل ولی خیلی سخت میشه. تو برای من حداقل بحث من همون صحبتی که بهت کردم دیگه، معنی زندگی فردیه در حقیقت. شرایط زندگی من با شرایط زندگی شما متفاوته دیگه. یعنی عملا یک چیزای ذهنی هستش، من با یک چیزای کنار میام، خب با افکاری که دارم. شما نمیتونی اون نسخه رو به کار ببری. شما باید نسخه خودت رو داشته باشی. یعنی هر کسی ببینید یک شالوده ذهنی داره، خب بر اساس اون شالوده ذهنی، بر اساس اون هویت انسانی که داره اینا، باید تصمیم بگیره، حس کنه و لذت ببره و با رنجش کنار بیاد. باز الان تو ذهنم هنوز اون چیز است، مسئله ترس و فروپاشی که گفتینه. یه دندون پزشک آمریکایی میشنوه که یک مرتازی تو اعماق جنگلی تو هند به معنی واقعی زندگی پی برده. شال و کلاه میکنه، راه میفته، میرن اونجا. اون جنگل هم یکی از خطرناکترین جنگل‌های هند بوده. به هر بدبختی بوده خودشو به مرتازه که یک جای فوق‌العاده چیز بوده، صعب‌العبوری بوده، میرسونه. میگه من رسیدم اینجا، معنی زندگی چیه؟ معنی واقعیش چیه؟ مرتازه فنجون چای پلوش بوده، میگه معنی واقعی زندگی همین فنجون چای. یارو شاکی میشه، شروع میکنه فوش خار مادر دادن که مردی که من این همه راه کوبیدم اومدم، تو میگی معنی زندگی فنجان چایه؟ میگه خب معنی زندگی میتونه یه چیز فراتر از یه فنجون چای باشه. خیلی راحت، یعنی میتونی تو خودتو به حداقل راضی کنی، در این حال اون انعطاف هم داشته باشی که آقا میتونه بیشتر از این حداقل هم باشه. ولی تو این لحظه من الان نشستم با شهاب دارم صحبت میکنم، صحبت‌های خوبی هم داریم، همین لحظه لذت بخش. آبم هستش، چایی هم هستش. میگم شاید برای خود من این باشه که لذت بردن رو نمیفهم، بعضی وقتا نمیفهمم لذت بردن چیه. باز میگم این تجربه منه ها، که بعضی وقتا خیلی چیزها رو به شکل تسک میبینم، وظیفه میبینم.
احساس میکنی خوشبختی فاصله بین دو تا بدبختی آره؟ این احساس داشتی؟ نه این وظیفه رو باید انجام بدم، این وظیفه رو باید انجام بدم و خب وظیفه انجام دادنه، تسک داشتن، لذت بردن رو خیلی کم میکنه. من اگر این کار رو انجام بدم، جای اینکه مثلا دارم از غذا خوردن، اگه جای اینکه لذت ببرم، خب من وظیفه دارم که غذا بخورم. نمیتونه آدم لذت ببره، سخت میشه. این بازه سنی شاید بازه‌ایه که باید بتونه آدم اینو چیفت کنه، چون در قبل از این یه سری وظایف آدم داره که اگه اون وظایف انجام نده، اصلا حالا با تعریف کلاسیک آدم مفید نیست، آدم بیهوده‌ایه. تو این بازه زمانی باید یه سری چیزا رو از حالت وظیفه بودن خارج بکنه آدم، از حالت مسئولیت داشتن در قبالش باید خارج بکنه. نمیدونم، فکر میکنم باید اینجوری شه و دارم میگردم که چطور باید از وظیفه بودن اینا رو خارج کرد. ببین خوشبختی و لذت قابل برنامه‌ریزی نیست. میگن خوشبختی یا همون لذت مثل عطسه و ارگازم، یعنی ناگهانی اتفاق میفته و دوام زیادی هم نداره. بعد مسئله تعریف اون وظیفه هم هستش که تو عملاً چه چیزایی به عنوان وظایف تعریف میکنی. در حقیقت معیاری که برای وظایفت داری خیلی نقش مهمی داره در میزان لذتی که از زندگی میبری. و تصورات و توقعاتت هم مهم هستش دیگه. تو توقع داری از فلان مهمونی یا فلان فیلم کمال لذت رو ببری و کمال لذت رو نمیبری و هر چیزی کمتر از کمال لذت برات شاید یک نوع رنج حساب بشه. عادت چون خودش نوع رنجه دیگه. این چیزی که تو انتظار داری ازش لذت ببری و لذت نمیبری رنجه، ناکامیه. آره. وقتی به کمال نرسی، اگر دیدگاه کمال گرایانه باشه، ناکامی میشه دیگه. آره. و خب کمال لذت اصلا قابل سنجش نیست. مثلا خطکش لذت نداریم، مثلا الان 2 تا لذت دارم، 6 تا لذت بردم. آره دقیقاً. همون پذیرش خود است انگار. آره. یه چیزی گفتین که آدم تو این بازه خودش باید خودش رو بپذیره. همین پذیرش خود است. خودم بتونم خودم رو تایید بکنم انگار. در نهایت هر کسی که باشی به یه جایی که میرسی که فقط خودتی و خودت، اونجا دیگه باید به خودت بدهکار نباشی. این تعریف منه و میگم یه تعریف شخصیه. آدمای دیگه میتونن تعریفای دیگه داشته باشن. یکی خوابایی که خیلی آرومتون کرده میگی؟ خواب پرواز همیشه منو آروم میکنه. خوابی که دارم یکی از تصاویر رویایی که خیلی دوست دارم، یه روز برفیه که من از خواب بیدار شدم، بعد نگاه میکنم میام میبینم حیاط خونه از این خونه‌های قدیمی هستش، برف گرفته، بعد یک صبحونه خیلی خوشمزه میخورم، بعد موسیقی عالی گوش میکنم، بعد یهویی صحنه کات میشه به شب، کنار بخاری هستم، بیرون داره برف یا بارون میاد، صدای برف و بارونه رو دارم میشنوم، یا اون برون یا نم بارون داره به مشای من میرسونه و از کتاب دارم کمال لذت رو میبرم. یا با جمعی از دوستان توی مهمونی هستی، هیچ احساس منفی وجود نداره، همه دارن در نهایت شادی هستن. این جزء خوابای چیزه؟ آره جزء خوابایی که بهم آرامش میده و بعضا میبینمشون. تلفیقش بامزه است. برفی که اینجا داره میاد در مقابل وحشت اون بر پودری که مثل برفه ولی پودر داره میشه. آره حالا میتونن از این خوانش‌های روانشناسی مختلف بکنن. نه خوانش روانشناسی بر من آره. که تداعی من بودش اصلا کلا. این چیز نیست. جالب بود. شاید اون برفی معنایی هم داشته باشه. خیلی دقیق نمیشم، خیلی ریز نمیشم. احساس میکنم برف میبینم اینجا. بعضی وقتا باید هر چیزی رو ببین، تصویر نمادین هر چیزی رو ببینی یه خورده گیجت میکنه، یه خورده سردرگمت میکنه. یه جایی آدم باید سطحی باشه، بازم اون تضاده پیش میاد. یه جایی باید سطحی باشی، یه جا باید عمیق باشی، یه جا بهتره یه احمق شاد باشی تا یه عاقل غمگین. زندگی این تداعی من بود و اتفاقا برام چیز بود که این بارش این شکلی چقدر میتونه آرامش بخش باشه و این بارش این شکلی چقدر میتونه ترسناک باشه. یعنی ترسه و آرامشه در ظاهر اگر از نمای خیلی بالا ببینی شبیه همند، ولی حس متفاوته. و داشتین تعریف میکردیم مثلا من حس خوبی داشتم، مثلا همین برفو داشتیم میگفتین، نمیدونم حس زمستونه حس خوبی بودش. به آرامش من زمستون خیلی به من آرامش میده. یه جور احساس میکنم که جهان تنهایی من به بیرون گسترش پیدا کرد وقتی یک جای برفی هستم.
دنیا تماما مال من شده. نمیتونم حالا تو قالب کلمات، اصلا خوبیش هم همینه که تو یک چیزایی رو تو قالب کلمات نمیتونی بگی. ما برای همین موسیقی رو داریم، برای همین نقاشی رو داریم، چون هر چیزی قرار نیست تو قالب کلمات تعریف کنیم، وصفش یه کنیم. صدای بامزه‌ای داره برف، صدای لذت بخشی داره. و رعد و برق برف خیلی جالبه، نمیدونم دیدی یعنی رعد و برق و رعد و بارون خیلی فرق داره. خیلی متفاوت، همه چی انگار رو دور کند خوبی قرار داره. یعنی برخلاف بارون رو دور خیلی آروم، همه چی آرومه. من چقدر خوشبختم. برای اولین سوال بپرسم، اگه قوله چراغ جادو داشتین آرزوتون چی بود؟ ببین من دوست دارم که یک روز اون چیزی که نیچه هم بهش اشاره میکنه در مورد چه اصطلاحی استفاده میکرد، یک روز رو مرتب تکرار کنم بدون اینکه دچار، یعنی من یک روز از خواب بیدار شم، تمام اون فعالیت‌های منکراتی و غیر منکراتی لذت بخش رو تا شب انجام بدم، شب بخوابم، دوباره فردا بلند شم، دوباره اون روز جدید همه اون چیزا تازگیشو برای من حس کنه. یعنی یک روز رو من تا بی نهایت ادامه بدم و تازگیش حفظ بشه. تازگیش حفظ بشه. یعنی برنامه‌ش هم چیدم برای خودم که دقیقاً از ساعتی که بیدار میشم تا آخر شب قرارش چه کارهای انجام بدم. اون یعنی یکی از تخیلاتی که خیلی به من لذت یه میده. چک لیست روزانه، یه چک لیست دارم آره، که این روزیه که قرار روز ابدی من باشه. یعنی به اصطلاح اصلا اعتقادی ندارم که خب حالا قراره یک زندگی بعد از مرگ باشه که زندگی خوبی باشه. اگر اون زندگی بعد از مرگ قراره به این زندگی معنی بده، اون زندگی بعد از مرگ قراره چی بهش معنی بده؟ چون ما یه مشکلی که داریم در مورد همین زندگی ابدی و اینا، همون لذاتی که تبدیل به عادت میشه و تبدیل به رنج میشه. بعد حالت به هم میخوره. چیزی بدتر از این نیست که چیزایی که ازش لذت میبردی باعث درد و رنجت بشن. فکر کن یه موسیقی ترانه‌ای که مورد علاقته 20 بار بذار گوش کن، دفعه 20 دیگه میخوای بزنی ضبط و خورد کنی، اعصابتو خورد میکنه. چیز دیگه زنگ بیدار شدن موبایل تایی بذاری قشنگ داره، قشنگ حالت آره دقیقاً اون احساس منفی رو بهت میده. برای همین در حقیقت تو یک جورای حافظه من فکر کنم یکی از عوامل اصلی ایجاد رنجه. اصلا ببین دردی که ما داریم خب چجور تبدیل به رنج میشه؟ خیلی به اون درده فکر میکنیم. دندون پزشکی چرا انقدر رنج آوره؟ دردش که میزنه حالا یه رو 20 دقیقه تمام میشه، خیلی مدت زمان زیاد طول نمیشه، ولی اون تو حافظت میمونه. اون درده تبدیل به رنج میشه. خیلی چیزایی تو زندگی همینه. چیزی ترسناک تو زندگی درد نیست، رنجه. یعنی حافظه درد، حافظه‌ای که تو دردی که تو حافظه موندگار میشه. و عملا چیزی هم که لذت رو تبدیل به عادت و رنج میکنه همون حافظه است. پس ما مشکلی که داریم مشکل حافظه است. تنها راه حلش هم همین به نظر خود من، که یک روز لذت بخش رو بدون هیچ حافظه‌ای بارها و بارها و بارها تکرار کنیم. خب آرزو دومه چیه؟ همین آرزوم بودش. همین تکرار. همین، احتیاج به چیز زیادی نه. من آدم قانعی هستم. میتونه قوله چراغ جادو بیاد آرزوی شما رو برآورده کنه. بعد اگه برای این قسمت برنامه بخواین اسم بذارین چی میذارین؟ قابلمه بودن بهتر از در قابلمه بودن است. قابلمه بودن بهتر از در قابلمه. مرسی. باشه.